بریم با هم سکانس های خنده‌دار از فیلم صمد رو ببینیم. چی بود؟ چی شده؟ مثل اینکه تیر در کردن. تیر لاستاسکی؟ آقای ناظم، خوابم یا بیدار؟ بیدارید آقای مدیر، بیدار. اینجا چه خبره؟ آمریکایی‌ها دارن فیلم وسترن میسازن؟ نخیر قربان، این سرکار استواره میخواد ثابت کنه دست کمی از آمریکایی‌ها نداره. بچه‌ها، آقای ناظم دستم به دامنت، برو مواظب باش بچه‌ها سر کلاس هول نکنن. بازی آرتیست بازیه بچه‌ها، تعطیله، مدرسه تعطیله. کجا داریم میرین؟ چه خبرتونه؟ اونجا نرید تیراندازیه. برید کنار، فرار کنید. مگه نمیبینید تیراندازیه؟ برید کنار. برو کنار، ببین اگه گذاشتن برو کنار، دست جمع نشده. نمیذارن که تیراندازیه. برو کنار میذارم خودتو سوراخ میکنم. نمیتونه از آرتیست بازی نترسه. برو تا وای چی بود؟ در کنیزم آقا. وای شوخی ندارم ها. باشه همونجا تو سوراخ قایم شو. ما به هیچ کی نگم تو رفتی تو سوراخ قایم شدی. کوشش از همین طرف اومد. سرکار از صمد سوال کنیم شاید طرفو دیده باشه. صمد و ولش کن، به حرف اون اعتمادی نیست. آی سرکار استواره، هیچ که توی سوراخه قایم نشده و هیچ که قایم نشده. یا خیال نکنی یه نفر رفته توی سوراخ قایم شده. برو، هیچ که قایم نشده. برو. بیا بیرون. متشکرم صمد آقا. خیلی خوب صمد آقا. آقا ما نگفتم تو رفتی تو سوراخ قایم شدی با سرکار استوار. اگه از این سکانس های خنده‌دار لذت بردی، ویدیو رو لایک و کانال رو سابسکرایب کن.